السلام علیکم و رحمت الله برادر عزیز. سوزن خوب اینجین این آدم شناختین حاجی حلیمش میگن حلیم مشنیک بدون بشناسینش هذا برادر مراجعت کرده از چقتی گوش کنیم. السلام علیکم و رحمت الله. اگر رمضان سوزن خوبن اگر رمضان حاجی حلیم گفتنی آدم ایمان $1500 2024 سوم گرفته بود ولی برای که من گفته طور میبینم یعنی سوسو کو 2024 سوم گرفت خیلی کار طور نشد سوسو اس ام اس میکنم خیلی ماه میشه و فردا میشه و میخوام دو نیم سه سال گذشت یک ماه دو ماه میشه که در اس ام اس عموما جواب نمیداد یک سوم رو گردن دیگه نیست که التماس میره یک ویدیوش کنی یا خدمت کنم سوم گردن بده سوم گنده در کار. السلام علیکم و علیکم السلام. من $1500 اگه حاجی یک ویدیو شروع کنید ان شاء الله علاقه برای دام سوم چقدر گردن فهمیدین برادر عزیز سوم هم بچه‌ها را گرفتگی ویزا میکنم گفتگی اروپا چیکار میکنم خلاصه پاند ولگی ماشینیکی که دیگه مردم بسیار مردم فریب کردگی فهمیدین التماس میکنم خواهش میکنم ویدیو را پدیلیت سکنین دیگرو در استوری کنین نشون بدین کی مثلا می آدم همین خیلی بعد کی جای باشه می آدم برسونش نشون بدین که علاقه ببروه سویاز برو میدونه نمره مرا سویاز دبو پالوبوم باید ببروه نه که دکور نیستم خیلی فریب کردن دروغ گفتن پولای بچه‌ها را گرفتن مثلا ویزا میکنم فلان بیمدون میکنم ده احتیاط کنین برادر از شما هم مثلا بهوده سوم نتین یک از تاچنید کنین بدونین بشناسین کیه چیه ویدیو زمانو کنین چون هم مشخص شروع گفتو گپو تاچنید کنین بعدن گفتو گپو ویزا میکنین اروپا میرین دیگه جو میرین بعد ایرا بکنین برای همین برادر عزیز ویدیو ما بود همین درباره حاجی حلیم اگر یگون کس دیگه اگه دیگه شدگی باشه ان شاء الله کامنتار ده بنویسین ان شاء الله با ما مینویسیم تو نه خدا خواسته باشه او آدم هم کمی باشه نباشه ویدیو میکنیم میبریم که مثلا فریب کده چیکار کده الان نگهبانتون سلام علیکم که پشو خودتان مونه